Assalomu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Xush o'madsiz Rahmatov. Zinda bo'lishdi. Va alaykum assalom va rahmatullahi va barakatuh. Mavjud. Eshitamiz shuma nisba xayr shodi bo'lsa. Assalomu alaykum fayzul ish tamom. Va alaykum assalom. Xush o'madsiz. Tanka mi omadagi mo بیاین کنی یک دوستیگه کم تا کار دارم با گفتم بیا یک ترکیب موجود خود مرحبا موجوده و یا پرتوفتم چی میگن سیلکه پرت مرحمت میتونی که بروی داخل لایمونه آدمو بروی خوش آمدی امتو سکرت و علیکم سلام خوش آمدید سکرت جان الحمدلله شکر سو کلان نکشته شکر این چطور میره سکرت جان السلام علیکم مهریمو کنید از نامی خالش مالا گپ نه در یاد هست اون فوسی که جان نامی دخترم منیلا صابرا ما همینجا خوش آمده همتون اوه انیسا خون زنده باشه خوش آمده تو سیلکا دیسکی کنه لایو قباسه زنده باشه من آواز میدارم سر نشد دخترها سر نشده سر شدگی مرحمت میتون بیا کنی آز اینا موجوده میدارم این روز میخوام اویدی چی گپ زنیم نومش چی میگن اویدی شامپون اویدی موی سر اپای خاصیت ها گوید اپای گل جان خاصیت ها بای گفتم شو از کجای ده هست موجوده نشد چی در آمده چه دبابیت کار سودم کو الو موجوده خان موجوده السلام علیکم رحمت الله بیرو توری که چی میگم من تو را قبول کردم یا نکردم چی خیلی دیگه سازی دین سلامتی خوب سلام علیکم رحمت الله برکاته خوش آمده تو نمی چه خوب آخی خوش آمده موجوده خان این روز میخوام میدونی هر روز میخوام در همین افیر کم اکو خیلی دور و دراز نکنیم 2 ساعته 3 ساعت که در بد آدمو نزنیم و اقلا نیم ساعت هم باشه 1 ساعت هم باشه کمی درباره این کجا شد موجوده خان کمی درباره محصولات ها گپ زنیم که همین محصولات های اتمی چی خیلی یک روز برای کار شروعیم گپ زنیم یک روز درباره
چی با یوش گپ زنیم، چی میگم استفاده برای یوش گپ زنیم. الو موجوده خون نشنیسته добавить как чё кари ки буромадеё موجوده کجا شدی؟ ما دا سیلکه روان میکرده سوال منو میدادم سیلکه شما حوضی سیلکه روان میکنم مرحمت روتون نشان چه اکو جون جیگر همین اکو دمی یوتیوب کار نداریم که ما هم همین جایی ما پا جون چی خست که همسایه بودیم که موجوده خان کجا داری سیلکه با پرت افتو مرحمت همین شما بیسوترگی همین شامپونوش ای کدامش بیسوترگی وظیفه خوب میتیتون درباره همین موجوده نمیشد انا شد شد سویاز بزنی باشه موجوده انا اومدم موجوده خان انا با نشونکش اومد موجوده خان 16 نفر دیدی کنم شما تون بخیر باشه خیلی بر اتمی خیلی بر با کیچ خیلی استفاده میبره کیچ خیلی شامپونش استفاده برده سه کدامش کیچ خیلی میگه چیز نازه افسلیوت برای تمام موی سر او زمین موجوده خود کدام شامپون استفاده بردگی افسلیوت بیاد خوبه موی سر استاستا سیاه میکرده است من استفاده برده نگوی که همین سر در سر یکم موی سیاه نداریم رفته همون شامپون خرید کرده اوژه برای موی سر نیست و علیکم سلام خوش آمدید تو 1800 روبلش خوب تره من 1800 روبله استفاده بردم عجیب بود من محکوش دیگه بیسوترگی برای زود برای خورش استر برای پرخت برای همین بیسوترگی آدمو تگی سرشون عرق میکنه میخوره کو ایم 1800 سومه عجیب محکوم شدن در دیگه ابسولوت استفاده نبوده ابسولوت زوره با شامپونی 1800 روبله سوزه با کدام کی درباره شامپون چقدر کنی کی تا چه خیلی فایده معقول اومده کنی مرحمت کنی گفته این اول فکر شما رو گویم بعد موجوده خون اویدی شامپونو معلومات میتن که حقیقتا دا چه هستن نیست شامپونای اتمی حقیقتا دا بهتره یا چه هستن ابسولوت اكو زوريش فريده ولی نه اكو زوريش چخل باشه مو غوص میکنه تنوگ میکنه من موجوده میگه که ابسولوت کم کم مو سیو میکنه من اینجا نفهمیدم موجوده خان اینا بود ایمید ویدیو ان شاء الله نصیب این دفعه نباره ابسولوت میگیرم موجوده نصیب بیاد خوبه من راستی یک دانش استفاده بردم شامپون خود کندیشنرش ماسکش ندارسته من یک دانش استفاده بردم خیلی نازه من اول نگاه میکردم زلفو است کو زلف دور زلفامو میدادم بعد روی سر من سیدویا یعنی سفید خیموس 47 داد اومدیم کو سفید چیدن گرفت قدم یک روز در آینه که کم ترک سیاه شد چی شده که یامو استفاده بردم خیلی این نقص خیلی باشه برای مردم و در اصل داره بعد ازیاتسکی سنتیلا میدن و پروتیک واسپالینیا برای همین و نقص برای واسپالینیا و در ترکیبش در ترکیب ابسولوت خیماخیم هم دارش دیدگی دیدم زب زرده یا بله دارم و در اصل یا اما بایم داره سپریش استفاده بردگی هستی؟ چیشه؟ سپری تونیک
نه فقط امی یک تا شامپونش استفاده بردم در یک تن هسته که همون تونیکش بگیرم نه که خیلی موی من نمیریزه تو چند موی من غاش دیسته دراز دیسته هم کلتش میکنم با دراز موی من خودش سبزش نگذاریشش فولیکول موی من غذا داره وقتی که غذا نداشته باشم خیلی میریزه حسابی عصبانی باشه استرس غم هم خیلی من غم ندارم عصبم خدا شکر الحمدلله خوب است حسابی عصب میریزه حسابی هوا اکسیژن کسلارود حسابی میریزه حسابی وسفالین جگر میریزه بهترین برای مرها نیست تفسیت اپا جان منش با ایجاده که بهترین همشون شوهرم سرشون همه وقت پرخد داشت بعد ابسالو دیگه پرخد نداره بهترین برای پرخد دارم دوتگه نازای 1800 سومه برای پرخده؟ برای خورش برای برای خورش 3 بار میگن در تگ موی سر میشه خودی سوریاس هم میشه در موی سر 3 بار میشه و پرخ 3 بار در اسپیرولین نوشیدن در کار خیلی حتی ابسولوت شامپو 2 نمود گرفتن در کار هم ایدارون نوشیدن در کار هم ایبرون شوشتن در کار اوزام اومده سرخ شروع یا که با بیزه بای اوزام گرجان کجا شده؟ آواز من نیست؟ آواز تو نسته آواز من اومده سرخ شروع یا که میکروفون رو با نسترایت کنم برای مردها هسته بله برای مردها شامپون هسته کبوزو بله ما یعنی که در اول میریزونه سرازو بای نشه دل مونده نشه سرازو در اول میریزونه برای چی؟ برای که سبوم همون تاگی اپیدرمیس تاگی پوست اول رشته همون فولیکول مو را میریزونه توزه میکنه و ایناو میسبزه و ایناو میبروره بون سر مرد شامپونی کبوتش سوز اوزاتون اپا جون رحمت سلامت باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شب همتون بخیر باشه منم شامپونی 1800 روبله گرفتم به حد نه اپا مبجا سوزی خوبه انشالله که اپا گلجان چخیره شما الحمدلله شکر زنده بوده همینجا هستیم این سوزیم که اومده با قطعیاتون هستیم اپا جان منم در باره خیموخیم سوال زیاد دارم مرحمت در باره خیموخیم که اویدی کدام مساحش کنی مرحمت خسر نظر السلام علیکم سوزی خوبه همه کشم الحمدلله شکر موزیکای من رفته چون همجا منم موزیکتون هسته بله این مایم زینب زنده باشته همه تزالاتای ما تجریش کرد همه کسا خوش آمدید دخترو همه تا خوش آمدید سلام علیکم اوه ایتیا کی موجود خون نگاه کن ما فقط شامپون تعریف داریم با همه گپ شامپونه همه آدمایی که ابسولوت استفاده برده سه شما یگام بیودباف یگام چشم استفاده برده یا شامپو خودش هم خیلی فایده خوب داده است خیلی اینکه من خیلی از همه خیلی تگی مو همه خیلی راستی گپ خیلی پیشونیم کمتر کالش تگی بود بعدی که همین من تو بیسوین درست همین نباره 800 روبله استفاده بردم 1800 روبله با اسپیرولین استفاده بردم با بعد اسپیرولین استفاده بردم اسپری هم استفاده بردم همین قموی سرم همین میگم که در دخترکم همین قموی سری قفس نداشتم حاضر همین موم همین قفس روزی داولنی شکر الحمدلله خدا که دروغ نکنه همین قدر معقول گفت دستری اون که این اسپیرولین وابستگی داشته باشه یا که شامپو خودش هم خیلی بهتره حساب اسپیرولین هم هست اسپیرولین برای موی سر بهت خوبه این خیمه هم جنشین اومگا حساب اسپیرولین فایده کرده شما شامپون استراز فایده نمیکنه شامپون دیتا 3 مرتبه میخری بعد فایده میکنه بخیر 3 مرتبه 3 بار بله یه بار فایده نمیکنه یکی شامپون بعد وابسته موی هر کس هر خلای میگم که سبومشون ژیر نگیره غذا نباشه و تست فایده میکنه اگر غذا داشته باشه دیر فایده غذا داشته باشه تست تر فایده میکنه نداشتگیش دیرتر فایده دیتا 2 پاکوف کشوشتنش در کو دیتا 2 دانه ده مثلا
اسپیرولین نوشیدن برای موی سر. تو گفتنی که موی سر من سببش اسپیرولین یا؟ بله بله بله. من نمیدونم. خیلی دخترها همین شما هم اسپیرولین قطعی استفاده برده است که فایدهش هم خیلی خوش دیده. اسپیرولین هم خیلی برای مو خوبه. سلام علیکم. سلام. من دو تا دور اومدم. بهترین. برو اومدم. برو اومده. من چه کردم همیشه؟ نسوس شده بیشه. برای موی سر با کلاگین هست نوشیدن گیره ایدارون برای پوست ایدارون نوشیدن تون در کار سه یا ده خیمه پسوریازای موی سر ده خیمه نازای شامپونه خیربال یعنی که نیمیسی داره خیربال سه دونه داره گل دوش شامپون بعد انواع داره کندیشنر داره اینا رو هم نازه برای ریختن مو برای ویتامین داره ویتامین ی داره بخوام ابسولوت و داروسل داره و داروسل خودش یک گیاهی بحری است بعد برای الرژی ها فایده خود داره یعنی که کورنژگون برای مردها را برای سپرمشون خوبه برای زنها را برای بلگلشون برای موی سر انمو و داروسل بیاد خوبه برای تمام الرژی ابو مسلم اپا میگم بدرم هم صحبت شام نمیتونم سوالتون بتونم محمد همین سیرکه خط در اومدن گیره من شامپون گرفتم سری من در مایگت نمسته برام مرد چی باید خیلی بعد به حد میخورم اسپرین دو کپسول بخورین اگر پاپوچی افکت نداشته باشه دو دانه سحر میشه دو زفتر که 15 مینوت موندن یا 30 مینوت موندن یا که ابید اگر پاپوچی افکت داشته باشه نه که گرده در معده در جگر در وقت طعام نوشیدن میشه یعنی وقتی اوقات خوردن ده روحی کامل خیموخیم ممکن نیست روحی کامل خیموخیم ممکن نیست دیدیست که کنن چه خیلی فهمم سخنش مورا نفهمیدم روحی کامل خیموخیم ممکن نیست نفهمیدم یه ادبیات قد نیست فارسی قد نیست من شامپون گرفتم سرنده دانچه برامد چی باید خیلی شد بعد به حد میخوره شامپون چی خیلی گرفته خواهر جان نه چه الرژی داده ریاکسی هم داره بعضی شامپون در پوست سر اگر شامپونی ابسولوت گرفته باشه در شامپونی ابسولوت نبور خیموخیم هست خیموخیم همه تا میدونه که وقتی که خیموخیم میخوریتون همین کسل لوبای کسل میزنه میبره و چیزی در تگ پوست شما هسته بخیالم همون خیموخیم شامپون استفاده بودستی همون تگ پوست شما در اون پرابلم داشته هوای زده برواره است اگر که خیر بل یا که 1800 روبل کرسوده باشه شامپون تون علیش کنی همین نیست همین خیموخیم که همه را زده میبره بله ژگون کورن داره اما تمام الرژی را فایده داره بله بعد شامپون که کردم با اومگا 3 بود نوشانه دارم قطیش این اوچای زینب با میگم کیا سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام این که انتای پیش که با من میگم این کی باشه من سوال دارم سازی خوبی ها چایشه بیایش آمدن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته کجا شدین دیگه در گروپ ها ندیدیم یاد اومدید دیگه بیدار شدین نه اون گروپ هستم که اپا که می نویسونم گاه ندیدم من باور که هم که بسیارش همین روز در اومدم در گروپ ها چند که نبودم سلیچکم کفیده سایه از این بود را اومده سانو نمیمونه که هم افی را بگذارم هم که دخترای بی صبرندی سیلکای چی ده؟ سیلکای امیره یوتیوب پرتشون همش آمده من اینجا میدوی نخلی نه آمده که من 34-35 آدم من همین جدن انشاءالله که هستم خود سازی خوبی فرزنده خوب
سلام علیکم آپا سوزی خوبی انشالله آپا همین اپا جان سوالی من جو اتویت بیت خسرف نظرم نمیدم چی سوال داده راسیگه من ندیدم. بعد من میگه خیموخیم و دلبر رحمت الله میگه خیموخیم اسپرین خورده سم موی سرم در فایده داره یعنی البته فایده داره در تمام جا فایده داره. بله بله خیلی پر مانده نشد میگم منیره صابیر و اگر نشده باشه علیش کنیتون اپا جان دختری من کار شده است کم کم چی کنم کار شده پیشگیری کو جان من گفتیم که ما همین فهمونده سیم همینجا دکی کدام شامپو چی خیلی استفاده بردن داشته ما هم اسکالپر محقل آمد من 1800 روبلی بود من اسپرین خوردم اسپری باور کنه میگم که همین خد تگمویی برو ورساده شما هم همین کوب کدامش در فرزند شما توغلی میبیو اما اسپرین هم قطعی استفاده برای کی و یا هم ایدرون هم بیرون برای موی سر نکه چی خرم نشوه اومگا 3 میخورم برای موی سرم نکلک چی خرم نمیشوه نه نفهمیدم منیره جون سوال تایسور حقیقتا در همیشه وقتی که اسپرین برای موی سر گرفتید اومگا 3 هم قطعش گیری حقیقتا اومگا 3 قطعی اسپرین که در ترکیب اسپرین با ویتامین اس هست اومگا 3 هم که برای موی سر برای ناخن برای پوست همه طرفا فایده داره شما برای موی سر حتما که اومگا 3 قطعی اسپرین گیری چه اوشا کنی من همه سوال داشتی همو برای علمی بچه که باید همو سپردی زیان یا که دام گفتم میگم یه روز گفتم خیلی بیچاره تشربون قفه مونده راست وقت میشه اونجا بود خودم رو برای ای اومدگی با یا فکر رو مزاش نیستم این گروپ رو نمیدونم خواه پس این خیلی آواز تد پرک و آواز نیست سم که پس روسی نخم نیستم دفت الو آواز نیست اپا گل جان ای انا که هم تست بلند تست همراه میگم که چیز برای نمی بچه هم بسیار باید فرد بشیده است باید ایده افتو در کاری وزبین کنه میگه که خراب شوه بیچاره گوده که نمیمونه که از گم چی بکسی و بخره از گم چی باید کنه که اوای زینب جان اکما چیزی بچه تا دیاگنوزای بچه توی من میدونم من اکو حسابی که میدونم که چی از چی گپ چی کار چسه و گرمانه نشریسه کو خیل همراه خیلی بیچاره هم نمیرونه و گرمانه بیچاره چی خورن چی نخورن و یا همه خمیشه شما برای گرمانه و یا دیگه کردن کو شما هگام خوایه نیست این فقط چی خیموخیم همه قزوره پسیلوم گرفتن تون در کارای سایت کاریه پسیلوم подорожник همو برای چی هم هسته ویسا پس میکنه اجرینی برای اجرینی توچنس شیدگه بچه شون کی موجه جون پسیلوم ها حقیقتا پسیلوم زور من خود کردم تو سوپلمنت میگی بگوستم چون سوپلمنت میگی حقیقتا در این پسیلوم برای چی که باور کنه همین پسیلوم به درجه هاش подорожник برگ زلف راه دوگ نه برگ زلف همه قزوره میکنه پاشا میگه خطاییه میگه خطاییه یا پو این کاره نه این کاره نگال بدرم تماشا کنم میتکنم یا وراج دا بردن شب پریامش 13000 بوده دامی درم ادم برام کسلی من نیست برین شاید خیلی دکتر دا بردیشن این برای مردکش بردن ده برام دیدی این دیگه من نیست کسلی من نیست بود حاجت الله کندارم و علیکم سلام من از رحمان علی صادق من شما با سیلکه پرتابتیسه میتونه همین سیلکه قطعی هم سیلکه زیر کره همجا دا وای میکن روی اینجا داخلی زینب جان همین نکو خیلی نمیدونم اکم دلیشکه موجوده گذار با خوبتر و پرتر و با میفهمونتر من همین قگب میگم یکم چی کش نمیکنی همین 4 پچکه خیمه خر جون شیرینو همین دو بچه تا مجبور که خیمه خر گرماشو جابجا کنه بعد درونش گرماناش وای باید جابجا شه وای گرمان بعد همون زمان تو کوچیک فربش سه من فهمیدم که گرمان وجه من اینو بود علی که قصد گرم میزنم اپای جهان اپای موجود همراه باید دشکمی خوری بخره یا که دشکمی سه فرق نداره همش کمی گوشت نخوردم موجود اكو نمیدونم موجود چی میگه این مورد
چرا پسیلوما خیمه را نگاه کنید فرق نداره لوبای وریم فقط 4 ساعت پیش خواب فرق نداره کدام وقت بنوشید نوشیدن گیری فقط 4 ساعت پیش خواب انا این حقیقت توغری برای که من 15 روز دلی سر خوردم بعد 15 روز دیگه دلی گشنه خوردم برای که من ویم چی میگم پانکراتی داشتم پنجولو داشتم همین پرابلما با رودا قطعی من خواستم دلی گشنه خورم من دلی گشنه محقول اومد کودکای من دلی گشنه میخوردن دلی گشنه میدادم شدم میخوردن مکتب میرفتم بخیرم میگم و این ندارن دلی سر گشنگی ندارن اپای موجوده 4 پچکا بله لوبای وریم نشنه داره چخلی هم قانون زود پس داری؟ میگم که 4 پچکاش چانسی میشه و اپای موجوده 30,000 4 پچکاش 30,000 دکه بینی 30,000 شما یک پچکاش اتین همین خیمه را هم چی میکنه وزن کم میکنه وزن اجیرین هم بچه‌تون کم میکنه دشکمی خولی نوشیدنش نزد اجیرینش کم میکنه ویسشه وای وایار دلیچکای من روی میکنه اپا مایلش روی نمیکنه دست که تو سر رویش روی میکنه کای نوبت جواب ده گروپ پورس نشون میدن هم سوالات عجایب دخترای هستن در گروپ که جوشته با امید منو موجوده گفته نمیشنی هم جوشته دخترها این کاری حل شونده یک دمده بود کارا میتیان زنم اجازه دخترای فعال دوجه خیرابون یا همه کسا همش بهترینه اول ما اپی خرابون ولی یه روز اینجا وردانی هم انشالله کمتر بر وقتتر کنیم اپی خرابون هم میبریم اینجا میگه عایشه عبدالکریم و اپی گل جان التماس جواب تین خیم قطعی سپیرونی خورده سم سپیرونی سخت میکنه میومره چه سخت میکنه نبراد این برای کسلیای زنوکه عجایبات فایده داره برای میوم برای کیسته برای پلیب اینو نبراد سخت نمیکنه همه نصف میکنه معده کار رفتن میگیره بعد نصف میکنه این ما چند تا نبراد گفت سپیرونی هم نازه برای میوم خودش سخته یعنی که خیمه قطعی سپیرونی سختش نمیکنه نبراد تیسته ملویم تره تستر میریزه خون قطعی میوم سخته نبراد خودش سپیرونی فایده داره این خیمه بنوشین نازه تیز یا که گفتگی که 2 کورس برای که یک کورس در نمیریزه میوم به حد کلونه بقوته سخته بشتش نظر به کیسته میشه 3-4 پچکش بنوشه گفتگی که یا که گو میشه یا مایده میشه مایده که شما مایدهش نازه لازرقتی دلنش شمیری توزه میکنی و همون کلون نشه که کلونش پام میشه تمامی تروب لگرش هم جدا پام میشه صورتش هسته دامن دخترها میدونم جو پشتی همش دیدگی که چه میشه آدم مکه رحمانالی صدیق اپا جان نمیشه در اومدن یا کورکنه تو من سیکا پاکستان منیره صابیرو میگه من اومگا 3 صابون ابسولوت دا اولم دا اولستی ما نه میگه که من اومگا 3 شامپون ابسولوت گرفتم نه که پر خود دور هستم دخترم توزن نمیشه پر خستری دخترم توزن نمیشه شامپونی چخیلی ابسولوت گرفتم ابسولوت دوری نمیومد ایتالا نه ابسولوت نمیشه برای پرخ نمو سکالپرایکو دا 1800 تومان نمونه گیره دیگه ویپادینی هم گیره نازنی که نگاه کنی کندیسیونر داره کندیسیونرش یک هفته ده یک بار بشوین و یا هر روز نشوی که ممکنه یک هفته ده یک بار کندیسیونر کنین از شامپونو یک روز ده یک بار یک روز بعد کنی هر روز نشوی سلام علیکم اپا جان برای دیت قیمت که چی باید توصیه تیم زنی 35 ساله فرزندان نشده از بیناموزیش دیر میبیرد کاش دیت که بود
سپیرولین فولیک کسلوتا برای که وای متکش خیلی جمع شدگی من صورت چندان در گروپ ها جمع شدگی خیلی وای زنی کودکدار میشوه وای کشور میشه ای دختر مایده ای دختری بایوش و شوهر نکدگی مایدن ترای انمی سپیرولین را نمیشه در درونش ویتامین B12 در کره برای وای ویتامین D ویتامین E اینو در سپیرولین داخلش میشوند فولیک کسلوت هم در این سپیرولین هسته نیکی ای سایت کاری فولیک کسلوت را خودش تنها بگیره برای حامله‌دارو برای شیرمکان لاکتاسیا برای کودکان برای همه چی فایده داره سپیرولین نبوشن در یک روز 2 کپسول داشکوی در معده خالیشون اگر کباب افکت داشته باشن در وقت تمام نوشیدن بنوشن کورسش دو با خوبتر و بهتر چیه خوبتر و بهتر از سایت کارسکی میتونی کارلفسکی ریوین عجیب بود سفارا ریوین یا کی کارلفسکی ریوین نمین کارلفسکی ریوین چکری میشه ریوین عجیب بود عجیب بود خوب داره اخی رحمان علی صادق مرحمت داره اخی من خانه جواب دادیم دگانه تیوی السلام علیکم خوش آمدید دگانه زلاله سربان دلی سیر بهتر بله 10 دقیقه بعد خوراک ما پروبا کردیم بهترین هر کس از مجاز و سرخی استفاده میبره بله خون هر خیلی ارگانیسم هم هر خیلی قبول میکنه بعد فولکسلوتا چیش خوبیش در چیه که بچه پرتویی یعنی که ویکیدش زمیرشی امینا را نگاه میداره بعد تولد پیش تولد کردن انیسا میگه خیموشیم چی دا مرا خراب کرد من ووریم یدی خوردم وقتی ابقاد خوریده خوردم منم خراب کرد وای همین خیلی من خراب میکنه بله وزن نمیگیره اجیره نیره برای شکمی ورم چی توصیه میتی؟ شکمی ورم پسیلیوم подорожника برگ زوفتورا کو سایت کاری هوای برای اجیره وای مشکم اجیره او شکم ورم چی میکنه آب میکنه هم پسیلیوم برگ زوف داره خودم فکر کنه که برگ زوف چقدر برای روده چقدر برای جلدگه خودم همه محصولات اتمی این علفیه همش در ترکیبش داره با گفتگی در کجاش چی داره همه باور کنه همه پسیلیوم عجایب زورای ما در سایت وای چی داریم چی میگن پروبیوتیک انمو پروبیوتیک هم ترکیب انمی با پسیلیوم با بهترین هم برای روده هم پس جلدشنی هم برای تلخه هم برای روده ها همه طرفه عجایبات فایده زور میکنن اپا جان تو در این حق دارم مرحمت اخی رحمتی کلا اپا جان جواب ما گرفتم رحمت یک خونه کامنتاری مرم التماس مرحبا جان خواندیم کو بالا دا جواب دادیم کو اپا جان پیرال موندن نیکیست برام میکنم من یگان چی نمیدونم یگان چی ندیدستم چی نمیدونه کامنتاری ندیدستم برای که در ویدیو در اکران همیستم این خونستی روی اکرانه کنی که تلفن هو دا اوجای خیلی دایی جایم نگاه که اپا جون نه روی همه اکرانه نمیبینی برام میکنه ممکن سپیرال وای کده گیه متکتونو جقیده سپیرال تونو رفته خبر گیریم سپیرال زلال دوده چند کشید موندن تونه این همی گفی انیسه دا من طرف دارم موجوده چی میگه؟ این خون روی اکران چی گفته است؟ سپیرولین دا گفته نخورین آدمی می آمده من تفسیر نمیتیم نخوریم می آمده نمیدونم من امروز چند که من هر شب روز در یاندکس گفته استم به غرض اتمی کتاباش دارم هر روز میخونم برای میومه من وای باشه میومه در سپیرولین خوردن در یک ماه پسش خوره 20 ترگیم در میومه خونرو زیاد میشه گیموگلوبین میفرویه همین بسیار آدما همین سپیرولین خوبی میکنه که وقتی تا بعد میقبه حد اقلا یک ماه برای خون تازه کردن خیموخیم خودش طاقت خورن بعد دوم ماه سپیرولین قطع اومگا 3 خیموخیم خورن عجایب بود فایده میکنه یکم ماه دا من میگم که باینی منیره صابیر اومگا که خیموخیم ژنشین اومگا 3 خوردم برای چی؟ برای چی؟ منیره صابیر و بود تاوی بود برای کمی ورم کمی بسوا شما گازه میخوای
همین اومگا 3 در ترکیبش کرکومه داره، زردچوبه، برای ورم، برای خنکی، عجایبات فایده خوب داره. کرشمه سلام به همه. و علیکم سلام. چیگه پیجا افیر اتمی دوره فرخنده زاده. سلام اپا. همه کسل پوست یگام توچکا کمتره یا پچکه خیموخیم قطی میگذره؟ یک پچکه بسه یا که میگه همه کسل پوست یک پچکه خیموخیم بسه؟ خیلی وابستگی هم پوست درون خونش تازه شوه، پوستشم تازه میشه. یک پوست بگیره بعد نمیشه. نیم کالا میکنه کسل خیگم، یعنی کسل میپزانه میخه کسل میگیره میکشویا قریبی پختنوش خیموخیم بس میکنه، نبرا دوباینوی میکنه خودش عذاب میته. اپای گل جون، اپای موجوده اوست، خشنه باشه، زنده باشه اپا جون. اون این قضیه بود اپا جی خانم اتمی با پیش. ما دکتر شما دکتر نه، ما دکتر نیستیم. ما در باره دکتر یگام کسی یگام چی نظر نمیگیم، ما فقط در بارش میگیم که کدام در کدام محصولات اگر استفاده برای همینش خوبتره. منیره 8 ماه شد. برای چی خورده 8 ماه شد؟ بلان مونده کشورم کنه. شهریخان تیلوی و سلام. یک کس به خیموخیم برای ریوماتیسم توصیه دادم. تلخش به سنگ بوده، کمتر مزهش گریز و چا کردن در کور؟ دوام دادن در کور؟ نه دوام دادن در دکتر رفتن نشانتیم ببنوش. نه وای خوی نخویی برای چی ما میگیم که وقتی قند داشته باشه لوبای آدم همه قند داشته باشه، ما میگیم که طاقت قند ریزوندن داره، برای چی که وای پریستوپ میتی. بله گلوکوزش باید نرم داره، قطعش داروی همون دکترش بخره. اینه برای متکم اپا جان، اینه برای متکر ژنشین اومگا 3 خیموخیم خورده بوده، همون ورم کردگیشته فایده نیست. 8 ماه بعد سوشیده بوده متکش. یک تا کامنترش بالا یک تاش پایوده. اپای گل جان من میخوام فر بشم، چی هست که من فر میشم؟ خدای آدم خراب شدنی فر بشدنی هم خبیس هم خیلی نازه خراب خوبه برای سلامتی. فر بیزه بای تخمدانو تمیجقه جگر تمیجقه جلوتکه تمیجقه چی در کن فر بی؟ سپیرولین دلی سیر خوره انشالله فربه میکنه. بله 2 دانه بعد ابید بعد اوقات طعام خوردن بنوشه. یکی فربه نشدن در کار نیسته. اکو خیلی که هر کس ارزوش هر خلاصه، برای که یک وقتایی منم در دختریم خراب بودم، همون وقت انگام خیتوی قطعه کم خدا رحمت مغفرت کنه خیتوی بار میرفتم میوردن، همون وقت من پرسیده بودن که در تو چی بیاری؟ من گفتم یگام تبلت هم یگام خیلی باشه بیاری که فربه شم کمتر. و همون تبلت که آوردگی همون وقتا من خوردگی بودم، همین قخروک شدم و کمتر لنج کرده خودم فربه دادم، خرسند شدم. آدمی خراب حقیقتا ارزوی فربه شوی داره. ما خراب شدیم 80 کیلو. بگو 80 نیمه خیموخیم خوردن خراب شدم هرچی. 75 تو قدت پستای برای توغری نمیبیو برای فرشبه از یک دمه که موجه جان تا می بای کرنگ از میبیو مایلش مایل که سوالاشونو بخوانم کنی سوالش التماس ارزوی فر بگیرن نکنی سلامتی تا دست میتین. بله درست فرهاد نیسته نچیستگی. السلام گل جهان خان دختره شیرین اتمی آخر آوازتان خسته نباشه رحمت سلامت بشه. برای فربه شده اسپرین بعد خورد بله 2 تا بعد تام ماجده خان در آوازتان جانم بهتری اتمی را شناس میکنیم. رحمت سلامت بشه. اکبر شریف سلام علیکم اپا جان. برای کودک کردن برای اویلتون فول اکسلوتا در کاره، برای ختون سپیرولینا 2 درجان. اپا جان نمیدونم چه خیلی بای کنم در سیلکه تون بدرم بای کنی نمی سیلکه را زیر کنی خوار جان و زبیز جوشی سیلکه هم سیلکه را زیر کنی خودش میره راست گوگل میره بعد زیر کنی. این سردیچکه ها برای شما
قدش پس برای کودک چی دارو است؟ برای کودک قدش پس در سایت کره کلسی است. خویدن کلسی ویتامین کلسی برای نرسیدن قدش ویتامین کلسی بگیرین در روز دو دانه بتینشونه. بعد کراسنی جنشین هم نازه برای پامیت برای اون برای رشد بدنشون. ویتامین دی در سپیرولین است. میتونه سپیرولین همه خوبش سپیرولین نازه برای کودکو. ویتامین دی که نرسم خیلی میشن کودکا قد نمیکنن برای دندانشون برای استخوانای داشون برای شیتویت ژلیزشون. ای همه خوب شما پیش بچه برین اندوکرینولوگ برین انالیز بسپارین ببینین که چقدر شیتویت ژلیز مغوره که کودک قرطق کودک ببینین کدوم ویتامین نرسه بابلیش ویتامین دی 3 کاپلسه اپتیک کدام میفروشن. میتونه اوجا بگیرین میتونه که اینجا اسپیرولین بگیرین ای سایت کاری بنوشن ان شاء الله قدش در زمان پسر من خیلی کردم قدش در روش بعدی 15 سالگیش قدش پس بود ویتامین دی 3 اکو دی 3 ویتامین دی اسپیرین نازه برای چیز باز ویتامین کلسی سایت کاری برای کودکو بیاد خوبه برای استخوانشون برای دندانشون برای خطیرشون برای چوبشون برای هم طرفه هم کلسیم نرسه هم خیلی میشه قد نمیدوه قطعی ویتامین دی. ما را موضوع داریم که فربه شوی خواهرجانی که همتون ارزوی فربه شوی داشتین یا خودتون وای میکنین شوخی میکنین یا ایراستی میخوای خراب شوین. وای فربه اسپرین را بگیره بنوشه بعد تمام خوردن فربه میشه هم خاخشو فربه میشه که بعد با زورکنی در خراب شوی میداره. رحمت پاجان وضوح خستهش سلامت باشه. پاجان 8 ساله موجنه 8 ساله ده موجنه ها چی ممکنه 8 ساله ده اسپیرولین بله ممکنه اگر اسپیرولین را گفتنی باشه. ابا چون سیلکه را اون نکردیم. بازی گرجان خچان دارن روی میکنن. درباره کلاگین فهم موجوده. کلاگین هازی. درباره کلاگین. خب بازی درنگ بینو کو. کلاگین هازی. کلاگین. یا درباره کلاگین برای خشکشویی خوبه برای اوپروگس ای درون نوشیدن تون در کاره عموما برای تمام رشد ارگانیسم بهت خوبه. ویتامین ایس داره یاردم میکنه مقصد پوست رو را بو برای کودکان نازه کلاگین برای حامله داران نازه برای آدمای کلانسال مقصد که کلاگین آدمایی هستن که مقصد بسیار رنگین اوزی میکنیم انا همین وقت ما باید ای درون بنوشیم. کلاگین ای درون برای پوست ها خوبه نوشیدنش هرچند که ما کریمای خوبه استفاده بریم که با هر حال کلاگین ای درون نوشیدن در کنه. یک روز ده استیک 14 تا چی داره توپیک داره خیلی شچه داره ای سایت کاری اتک در اپتیکارم هسته میفروشن. برای چیه اپیدرمیس فقط برای پوست درون برای خشکشویی رو پوست مو قدی کودکو ده قدی آدمو ده همه طرفا کلاگین نازه. ای درون نوشیدن در کره ای بیرون بعد کسمتیک کردن در کره مقصد میتونین که شامپو کتی سرتون بشوین برای پوستی سرتون میتونین که کریم ها رو استفاده برای پودر. کلاگین برای چی خوبه که گلوبینه یعنی که درون بدرون ماشین را نیست میکنه مقصد ماشین ایتاگی پوست میبرویه برای استرکتوره همون دروی پیگمنتاچ میگن پیگمنت یعنی که دوهای زردایی که در پیرانسالون میشن بعدی زنو هستن بعدی حامله دارو برای وای فایده داره درون برای عموما برای پوست ها خوبه عموما
کلاگینا برای مارشین جینجکش میگن چیش میگن به زبانی توجیکی آرنجش میگن یک روز ده یک تا چیشا می نوشیم ویتامین اس هم داره ویتامین اس بهت خوبه برای ارگانیسم برای استخوان برای پوست 14 تا بطلقه داره 2 هفته کورس خوب درم کامنتاریاتون هم بخونم خب سلام پا همی کلسیا را در یک روز چند مرتبه خوردن ممکن کلسیا را در یک روز 2 تابلتکا کلسیا کدومش باشه اینجا 2 نمود داریم ما جواتین کلسیا داریم 3 اکتیو کلسیا داریم کدومش هم میدین شما برای چی باشه برای بگم ها یا برای استپاروزا یا برای رشد کودکان را گفتیسته باشه برای کودکان را گفته باشه یک تابلت کپسول در یک روز یک بار تا ما کلون 2 بار اپا جان امگه 3 دا کودکان 8 ساله در یک روز چند مرتبه دادن ممکنه چون دستم میداره برای چی باشه کریمای اتمی را کدام اما خودتان نیکی ساز نمیشوم دستم میداره خمیتسکی لیاقتش تستی برای ممکن برای بگم ها باشه جواتی کلسیم میبینم در یک روز بخوام 2 کپ دستاتون در کریمایی هستن که نو اومدگی خواجان بعد ایدارون چی خوردن تا این نمیکشید که کلاگین برای پوست ایدارون خوبه برای مقصد نمیدارن یعنی که پوستش بای میشه جدا میشه میتونین جید که کلاگین بنوشین میتونین که با کریمایی که هستن که نو اومدگی مثل شی دارن مثل اوکادو دارن میتونین که این ویو استفاده برین جواتینی کلسیا را نگاه کنین که در یک روز نگاه که برای کودکان جواتینی کلسیا را در یک روز 1 دانه برای کودکان دادن در کار ای 7 ساله بالا 8 ساله باشه میشوه 1 دانه در یک روز دادن در کار فرق نداره کدوم وقتی میتی دادن گیرید کلونو باشه 2 دانه می نوشن در یک روز جواتینی کلسیا را درونش ماسکوی کپوست داشته است رستین وای داشته است ویتامین دی داره با ویتامین دی چقدر بهت خوبه برای کودکان سباروت چی داره ما خورده استیم چی خورده استیم کلاگین دستایت رسیا هسته زکاس کنیم نه دستایت رسیا نیست دستایت کریه یا ولی ندر اومده در کابینتون سلامت بشین اپای مورد توصیه خوب شنودم سلامت تازه خوردنی پروبیوتیک پا میگفتیم برای کودکان که برای کلونسولو باشه یا استیک برای کودکان باشه تا 6 ساله را ای نورسان یعنی تولد چیدگیشون تا 6 ماه نه 6 ساله را بله یک پاکت 4 تقسیم میکنیم ای 6 ساله بالا تا 14 ساله را یک پاکت 2 تقسیم میکنیم ای 14 بالا یک پاکت میشیم ساعت 9 بیگا تا 11 شب پروبیوتیک همون وقت بنوشین نازه چون که ساعت 10 شب 9 شب تا 11 همون وقت روده یعنی 2 تا باکتریا نی دو بیانمون هجوم میکنن بعد نمون ساعت 9 همون وقت بنوشین نازه پروبیوتیک برای اگر کودکان باشه ساعت 9 تا ساعت 11 شب بنوشیدن تا در کن امیگا 3 در کودک 8 ساله در چند یک بار دادن در کور یک بار امیگا 3 یک بار امیگا 3 خوبترش ایسایت کریب گری بای نازه های در کبینیت خدمت ای 3 ساله گفتگی بعضی جوش ای 6 ساله حتی در سایت کریب بای بگیری او خوبه امیگا 3 السلام علیکم اپای مورده جان خشتمانو این سوشتگی یا پرش کار نمیکنه خیلی 2 روز 6 سر کردیم دادن یک قشقش سر یک و بیگه ساعت 6 تمام فایده داره نه خواجه قشقچه نتینشه یا پاکتا
یا تا سحر تیشه یا تا بعد ابی تیشه 4 ساعت پیش ساعت 6 نتیشه 4 ساعت پیش خوابش نه ساعت 4 دیگه نتیشه چون که خواب آلود میکنه خیمه 2 پاکت تیشه 2 پاکت رو هم برای اینسولت چقدر 2 پاکت بتیم با تستر بایش میکنه فایدهش میکنه قشق چقدر فایده نمیکنه برای بگم ها اپا من خوردستم اکلگه دسته آیرش خوندم باشین سلامت باشین شاو خونه میکنه برای خوب کردن وفشه تا خوش بیزه باید چه خیر نفهمیدم خوش نمیبره تو سهر بیدورای چی با بیدورای برای خوب بازی من میگم که چی را استفاده بردن در تو خیمه وای ویتامین اس قطش ندادین ویتامین اس دادن در کار نمی چی را دادن در کار ایسایت کاریلسکس وای ریبین برای خوب سوگنونی هم برای خوب نازای سلاتکیسون برای فربه شدن سپینه بعد خوراک 2 تا بخورین فربه شروع میشین بله راست گفتن کرشمه خوار جان راست گفتین بعدی نه اسپرین فربه نمیکنه پروس ورم میکنه بعد چند کپاس و سستا وای میره وای فربه نمیکنه یکی آدمو خیلی میکنه فربه میکنه نه وای ورمه برای فربه شیدن خراب شیدن در سایت کره کوکتل ها هستن 4 نمودن انشالله در گروه میپرتم شما کوکتل هست دیلی ها پا خودین برای خراب شیدن سون وای هسته یابلچنی فینون هسته سوک شربتی یابلک یعنی سیب هسته به حد خوبه بدن چی هسته چای پویره برای خراب شد برای فربه شوی خیمه هم نازد میتونه که بعد تمام بنوشین فربه میشه پیش تمام بخیر خراب میشه اسپرین فقط ورم میکنه جان کجا شده اختارو داد گفتیسن در گروپ تستر به جان چشنه بریم نباشه نگاه کنید ده خواهجان برای گفته خوبش نببرد همین خیمه نازه همین یوردم میکنه ایمونیته چه بعد خوبش هم نازه امیگا 3 بتین شونه ویتامین اس نمی ویتامین اس قطعی امیگا تغری میگیره یا هرچ تو بدد میکنه میتونه بتین شه با خوب میره ویتامین دی 3 دادن در کار مگنی داره ویتامین کلسی ایسو بیا سبش باشه خوب نشیدنش برای سلامتی خوب هسته شربتی اولوچه در سایت کریانه های همورم خوبه سپیرولینا نه فقط شربتی اولوچه کنی که بدرم چشم بخونم چشته نگرفته چخیل بتی ویتامین اس چانقه ویتامین اس برای کودکان و امورم یه خلطش 4 برمیتین قطعی پروبیوتیک هردش توصیه میمون من فقط ویتامین اس ای ناو تولد شدگیش تا 6 سالش یا پاکت 4 تقسیم میکنیم تا 14 ساله 2 تقسیم اگر 8 ساله باشن 2 تقسیم کنیم همون پاکت خیلی پاکت های میگیریم باش میشه تقسیمش میکنیم ده یک قاشقچگی می 2 گرم بخورم 2 قاشقچه میشه 2 برشتین در روز میشه چرا ویتامین اس اپا جان برای ایلیوز خیمه بخوریم نیست میشه و نروا سوزونده نه خیمه برای ایلیوز نازه ویتامین اس هم نازه ایلیوز ده بخوریم نیست میشه که خیلی یک کورس در نیست نمیشه در مقصد که ایلیوز خیلی خون قطعیه ده خیلی خورشی سرخ میشه بعد چیز وای قطعی نشویه یکون تا خیلی چی باشه که اینتیمینوی گل است که خیلی قطعی نشویه برای که بخدش مقصد یارای میسوزونه چیزای تیز
ننوشین، چیزای ترش ننوشید. در وقتی خیمه نوشیدن چیزای ژرینین، چیزای وزبین نخورین. فقط برای که زپور شیدن تا ممکن، ابسترین شیدن تا ممکن. میتونین که چیزای لیاخ یعنی سبک دیتیتسکی، برای که اینو چون مسئولتای کاره ایلوهای غذایی و پرهیزی هستن، اینو دیت ترن که بای بارین پرهیزی بارینن. جزاک الله خیرا. یا سبید بته چی سبید تمام جاسمین مصطفی شاید ایسا بله. من در همین شرکت اتمی شوق و هوس بسیار دارم. میخواهم اویدی همین شرکت یک چند سوال دادنی. سوالتون دادن گیری جواب میتم. اپای دو جان سلکه مونید. اما بالا روین خواهد جان دیسکی کانال بالا روین سلکه موندگی بود بخیرم. اما جاد روین بدرای دکسته گازین به دو جان گجه شید. خب درباره چی فهم؟ درباره عصب نرو سیستم. نرو سیستم برای نرو سیستم سپیرولین نازه گلیسین داره. گلیسین به حد خوبه. بایم در اکتیکا فروخته میشه. میتونه خیمه بنوشه. بعد در اکتیکا گلیسین بیاره بتینشون برای زنای حامله داره. ممکنه برای کودکا و کلوسول هم طرفه. گلیسین به حد خوبه برای واسپالینی، برای عصب، برای نروی. در این سپیرولین هسته. میتونه سپیرولین استفاده بره. سخت تمام رو پروبه. دیگه خونشه. السلام علیکم بس خوش آمده. مهمانان نو. من نه دخترم پرسیدسته. هم بالا روان بالا د سیلکشم موندگی بود. من چه زمان سیلکشم در اومدم. اپا جان من هاش مشید سپیرال موندم نیستیش که ما برام خیلیش مثلا خودم یکی برامش نمیگرده چی باشه. دمیشش کن. مشت خون در اومد. خب دمیشش کن. حتی اومدنی دو جان افروچ کو که نمورامون راهی کی داد کدک من دادم پویرا کی داد میکنه این دایجا منه کی داد میکنه. اومده. همینجا ده هستم. جمعی. آواز پس چه کنی؟ نمیدونم آوازم چقدر پسته. آواز خوش بود که؟ نه اوست رفتم برای. نه حالا ازو. مزدج هم. همه کسا مهمونای نو خوش آمدیتون. شکر موجود خان. سلام علیکم گلترتون می موجوده هستم. اپای موجوده اوستا خسته نباشه. البته که شرکت اتمی بهترینه. در اینجا کار کرده پشیمان نمیشه. من نگرفتم. من همون روز دیدی که من نمیتونم دادن نمیتونم گرفته. چی رو نمیتونم؟ باید دستی بچه کلوچ. کلوچ. کلوچ.
همین بسیاری زنها ما رو سوال میکنن اویدی چی اویدی مارشینکوها برای زنهای کلاسو ما فقط توصیه میتیم که من این ампула ёким тавсия метем ки крем ва крок-глаз инҳо ҳама фоида дорад, аҷоиб фоида дорад, лекин вая бояд айдарун восстановит кунем. Вая айдарун восстановит кард, ана ҳамин коллаген беҳтарин аст. Ман баравай мехоҳам ки дар бораи коллаген бисёр фаҳмам донам. Худам нияти ҳамин коллаген гирифтан дорам. Ама худаш барои пушто. Ин канали ман дасти чандон одамо дорад. Чо карад? Ҳамин коллаген худаш барои машина. Барои устуғон, барои илики поча, барои ҳама чӣ. Барои организм, бале. Барои ҳама чӣ фоида. Ассалому алайкум апаҷон. Хубин иншаллоҳ. Як духтарак силка мо немега, як духтарак савол дорам, марҳамат. Савол. Чӣ кори касоди мавҷудотиям? Инҷа гӯшт дорам шумора. Ин ҳаминҷода як силкаро скопировать мекунам, анам як бай пайдо мешавад. Шомади аматон, апа модари ман ҳам дарди саршон намемона, астун муҳрашон, ай гарданашон мекаша, меган мегуфтед химохим гирем фоида мекара боша. Овусто дутага шуд мега. Созайку ё дутагай да шумо? Намедонам. Ами гӯҷон чӣ коре кардак? Дуо гузошти. Нағз нестай гӯш мекунад. ин аст силка монду марҳамат касе мехоҳед дароя? Барои камхунӣ ман бисёртарги да ҳамин бисёртарги мегӯям ки ҳамин спирулин ихлос кардам. Барои стумӯҳрашон, барои модари ман дарди саршон намемонам. Аз стумӯҳрашон албатта аз стумӯҳра дарди сар намемонад, барои чӣ ки вай рагои нерви меҷиқам, ҳамин сабаб дарди сар намемонад. барои ина шумо метавонед ки ҳамин лимфои хона тоза мекардед, ҳамин химохим мехӯред. Химохим аҷоибот фоида мекунад, омега 3 фоида мекунад. Устунмора баъд барои чӣ ки омега 3 ҳам барои устуғон, ҳам барои пӯст, ҳам барои мӯи сар аҷоибот фоидаи зиёд дорад. Баъд турматсин метавонед шумо барои камхунӣ. мавҷудатҷон ҷамъбаст кунем, бо камтар дар группаҳо вай мекунем, бо иншоалло ҳамихе кам каран гирем. пага духтари ман чӣ дора, синфи 4 меша, пага винетка мегирам. барвай барвақттар айдуми камтар кошем. бисёр таклифу пешниҳод вай кардан ки эфир шава, гуфтем хай биё 1 соата ним соата ақаллан гап занем. раҳмат духтаро барои дастгиритон. خصوصیت هاش خانه باشم بانون عزیز تو پگاه انشاءالله خصوص 1 ساعت درباره محصولات گپ میزنیم. میشم موجوده خان؟ بله امروز من کار مونده شد
ما درد سر اینا میگه ای درد سر داشتم ای دارو خوره بیزار شدم بس پیرلین خورسودم درد من نیست شد از نچید و گیماگلوبین تا پس بله برای چی اسپیرولین گیماگلوبین زیاد میکنه از سبب گیماگلوبین پس بردن هم همه خیلی آدم سردرد میشه مال خیلی جون دیگه رو همتون الله نگهبان موجود خدا رحمت خداوند لای برکه یابی خدا نگهبان شما. ماله